ویدیو شماره 5. سیستم پذیرش پناهجویان. تو به عنوان یک پناهجو حق پذیرش در سیستم پناهندگی را داری که اکولینسا نامیده می شود. این سیستم باید زندگی در یک محل امن، تماس با فامیلت، صحبت کردن با وکیل یا با دیگر کارمندان حقوق پناهندگان را تضمین نماید. پذیرش در ایتالیا به معنای زندگی در کارا یا اسپرار می باشد. کارا مرکز پذیرش و میزبانی از درخواست کنندگان پناهندگی می باشد. اسپرار یک مرکز برای حمایت از درخواست کنندگان پناهندگی و پناهندگان است. اسپرارهای مختلف وجود دارند. اسپرار برای افراد زیر 18 سال، اسپرار برای بزرگسالها و اسپرار برای بزرگسالهای همراه با خانواده. پلیس هر زمان می تواند تصمیم بگیرد که کارا را تغییر دهد. قبل از تغییر مکان باید دلیل اینکه چرا جای تو تغییر می کند توسط پلیس در یک نامه تشریح شود. تو می توانی آزادانه در طول روز در کارا رفت آمد کنی، ولی باید به مقررات عبور و مرور شبانه احترام بگذاری و به کارا بازگردی. اگر دلیل مهم داشته باشی می توانی تقاضا کنی که کارا را برای یک یا چند روز ترک کنی. پرفتورا می تواند تصمیم بگیرد که اجازه موقت به تو بدهد یا اجازه ترک کارا را ندهد. در صورت اجازه ندادن باید در یک نامه برای توضیح دهند که چرا اجازه نداری. این نامه باید به زبانی که تو میفهمی ترجمه شده باشد، یا اگر امکان ندارد حداقل به زبان انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و یا عربی باشد. اگر بدون اجازه مرکز را ترک کنی، کوئستورا و پرفتورا به کمیسیون اطلاع می دهد و کمیسیون بدون فرصت حرف زدن درباره درخواست پناهندگی تو تصمیم می گیرد. پرفتورا می تواند تصمیم بگیرد که دیگر حق باقی ماندن در مرکز اسپرار را نداری. این تصمیم را زمانی می تواند بگیرد که 1. اگر از مرکز خارج شوی بدون اینکه با پرفتورا هماهنگ کنی. 2. اگر در جلسه مصاحبه کمیسیون سراسری حاضر نشوی. 3. اگر درخواست مجدد پناهندگی کنی بدون اینکه اطلاعات جدیدی درباره وضعیت شخصی و یا وضعیت کشور اصلیت را ارائه کنی. 4. اگر پرفتورا مطمئن است که به اندازه کافی پول برای زندگی مستقل داری. 5. اگر به قوانین مرکز پذیرش احترام نگذاری، باعث صدمه به وسایل مرکز شوی و یا رفتار خشونت‌آمیز از خود نشان دهی. اگر از مرکز پذیرش خارج شوی و با پرفتورا هماهنگی نکنی، امکان بازگشت به مرکز پذیرش را در صورتی می توانی داشته باشی اگر دلیل دور شدن از مرکز به خاطر مسائل شخصی بسیار مهم باشد و یا اینکه در شرایطی نبودی که بتوانی به مرکز بازگردی. اگر پرفتورا مطمئن شود که به اندازه کافی پول برای زندگی مستقل داری، پرفتورا تصمیم می گیرد که مجبور هستی تمامی پولی را که برای سیستم پذیرش تا زمان تصمیم گیری پرفتورا دریافت کردی پس بدهی. حق درخواست تجدید نظر بر علیه تصمیم گیری پرفتورا را داری و برای این منظور نیاز به کمک یک وکیل داری. Permesso di soggiorno per richiesta di asilo یعنی اجازه اقامت به عنوان پناهجو را به محض آماده شدن دریافت می کنی. با این اجازه اقامت به عنوان درخواست کننده پناهندگی حق انتخاب داری و آزاد هستی که تصمیم بگیری در مرکز کارا
و یا مرکز اسپرار بمانی و یا تا زمان تصمیم گیری کمیسیون در جای دیگر زندگی کنی. برای اطلاعات بیشتر به فایل صوتی شماره 5 اجازه اقامت به عنوان پناهجو را گوش کن. در چیه باید درباره حق و حقوق و وظایفت به توسط زبانی که انتخاب می‌کنی به تو اطلاع رسانی شود. اگر زبان مورد نظر موجود نباشد، این اطلاعات را باید به یکی از زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و یا عربی دریافت کنی. حق تلفن کردن، فرستادن و دریافت کردن نامه، داشتن فضای آزاد، استراحت کردن و خوابیدن در مکان‌های مشخص شده برای آقایان و یا خانم‌ها و در صورت امکان به همراه خانواده‌ات را داری. حق دیدار با اعضای فامیلت، صحبت کردن با وکیلت، با افرادی که می توانند از حقوق تو دفاع کنند و یا اشخاص مذهبی را داری. این دیدارها بر اساس تصمیم گیری مرکز امکان دارد محدود باشند، ولی این دیدارها نمی توانند ممنوع باشند. اگر وضعیت جسمی خوبی نداری و حالت بسیار بد است و این مرکز مناسب برای مریضی تو نمی باشد، این حق را داری که در چیه زندگی نکنی. در صورتی که باید با قاضی صحبت کنی، اگر باید به سفارتخانه کشورت بروی، به بیمارستان بروی و یا در صورتی که زندگی یکی از اعضای فامیلت در خطر است، حق خارج شدن از مرکز چیه را با همراهی پلیس داری. اگر در چیه بازداشت هستی، هر زمانی می توانی درخواست دیپورت شدن به کشورت را کنی. این به آن معنا می باشد که از درخواست حمایت بین المللیت در ایتالیا صرف نظر می کنی. در این صورت پلیس به تو یک ورقه می دهد که در آن می توانی لغت اسپولسیونه را بخوانی و پلیس تو را به طرف مرز همراهی می کند. سیستم پذیرش به تو حق دسترسی به دکتر را می دهد. حمایت از سلامتی تو جزئی از قانون ایتالیا است، مخصوصا زمانی که پیر و مسن هستی، زیر 18 سال، معلول، حامله، با طفلت تنها هستی یا مورد شکنجه و یا تجاوز قرار گرفته ای. برای اطلاعات بیشتر درباره بهداشت و درمان به فایل صوتی شماره 6 کمک های بهداشتی و سلامتی گوش کن.